در صحبت گذشته زکات گوسفند، زکات گاو و زکات شتر را بیان کردیم و در مسئله زکات اسب خلاف علما را ذکر میکنیم. لا زکات فی الخیل، اصلا قول صحیح به اسب زکات نیست. یعنی یک آدم 1000 اسب دارد و در چراگاه و در کوهسارها مثلا میچراند، اصلا از این زکات نیست. لیکن وقتی که میفروشد مثلا، یا این آدم از دیگر طرف وقتی که اسب زیاد دارد، صاحب زکات که هست، اسبایی که برای فروش است اینا حساب میکند همچون عروض تجارت، همچون مالهایی که برای تجارت استفاده میبرد، اون زکاتش کم است، از 100.5% است زکات عروض تجارت. اما زکات مالها گرانتر است، بنابراین او از زکات خود اسب نمیتید و از عموم مالش میدهد. لا زکات فی الخیل و هذا مذهب الجمهور، زکات نیست در اسب و این مذهب جمهور علما هست، المالکیه و الشافعیه و الحنابلة و الظاهریه، یعنی مذهب امام مالک و شافعی ها، حنابلة، ظاهری ها، و هو قول ابی یوسف و محمد بن الحسن، و این قول دو صاحبان امام ابو حنیفه، ابو یوسف قاضی و محمد بن حسن، و به قال اکثر اهل العلم، اکثر اهل علم من گفتند که اسب زکات نیست. و قال ابو حنیفه فیه زکات، لیکن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفتند که در او زکات است، یعنی اسب هم زکات دارد. گفتیم همین قدر درباره زکات اسب دارها، یعنی علاهیده مراجعت میکنید که زکات تیمنیانه، بعد یعنی اهل علم به شما فتوا میدن.